آرسنال از زمان هدایت آرتتا تا الان 6 بار به استون ویلا باخته که استون ویلا رسما شده گربه سیاه آرسنال که هر فصل داره میبرتش. اون طرف منچستر سیتی دیدش که آرسنال داره میبازه، هر جور شده بازیش با ساندرلند و برد که بیاد بچسبه با آرسنال، بچسبه به 2 امتیازی صدر جدول که باز هم رقابت جذاب‌تر بشه. ولی حال این روزای لیورپول واقعا بده. چرا؟ چون صلاح 2 بازی نیمکت نشین شده. اون طرف مهاجما هر چقدر گل بزنن، دفاعا میان بازیو به فنا میدن. کناته میاد یه پنالتی بد و بچگونه میده که این تیم دوباره بیفته روی بحران، یعنی این تیم که تو بحران بود دوباره بازیو مساوی کنه، بازی 2-0 برده رو 3-3 بکنه با لیدز یونایتد. البته ناگفته نموند که لیدز یونایتد هم بازی قبلش با چلسی و خیلی خوب بردش و خب میتونه بابت خوب بازی کردن این تیم هم باشه. ولی سران لیورپول اگر قرار باشه اسلوت رو اخراج کنن، گزینه‌های مد نظرشون برای نیمکت موقت تا الان استیون جرارد خیلی شنیده شده و اگر قرار باشه اسلوت اخراج بشه، استیون جرارد دوباره روی نیمکت لیورپول قرار میگیره.